وارد یه فروشگاه اسباب بازی فروشی شدم و هرچی تخم شانسی گرون قیمت و خارجی و خفن دیدم و خریدم و قراره توی این ویدیو همه این تخم شانسیایی که میبینید و با هم دیگه باز کنیم تا ببینیم داخل گرون ترینشون چیا وجود داره. پس ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن و برو بریم. آماده این گرون ترین تخم شانسی ایران رو با هم دیگه باز کنیم؟ برو بریم سراغ شانسی بعدیمون. تخم شانسی مسترز آف دی یونیورس با قیمت 250,000 تومان. اولین جعبه شانسی که داریم یه جعبه خیلی عجیب و بنفشنگ. آقا ظاهرش رو نگاه کنی، اولین تخم شانسیمون اینه، جنسش خیلی خفنه. آقا بریم اینو باز کنیم. به نظر چی در میاد؟ داداش تخم شانسی باز. این کاراکترش چقدر آشناست. وایسا بچا توش یه دونه پوستر هم داره. میتونی اینو پوستر خفنه حاجی. بچا کاراکترایی که داخلش هستش ایناست. نگاه کنی الان برای ما اونی که بنفشه در اومده، برای ما این در اومده بچا. و فکر کنم چیز باحالی هم هست دیگه. اولین تخم شانسیمون این بود، داخلش دیگه هیچی نداره. بچا ببینید خیلی آشناسی اینو بناز بره. بعد جالبش میدونید چیه؟ اینه که اینم میتونی بذاری توی دستش، هم این دست چپش هم دست راستش. آقا این از اولین تخم شانسیمون بود. اگه اسم کاراکتر یا انیمیشنش هم میدونی حتما توی کامنت ها بنویسین. خیلی خفن بود. بریم سراغ بعدی. برو شانسی پرزنت پیتس با قیمت 450 تومان. آقا این فکر کنم بیشتر دخترونه باشه. آره هم دخترونه داریم بچا هم پسرونه، ولی خب پسروناش خیلی بزرگتر و خفن‌تره. و یه چیز جالبی هم که داره بچا، همین جعبه‌شو شما میتونید تبدیل به یه خونه پت بکنی، یه خونه حالا سگ گربه چیزی. نگاه کن. آره اینجا برش داره، خیلی باحاله. آقا احمد اینو افتخارشو میدیم چون دخترونه است. شما باز بچا تا احمد داره اینو باز میکنه این ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن، چون قراره یکی از این تخم شانسی گرون قیمت رو برای شما بفرستم. پس ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کنید و ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، چنل آقا احمد هم حتما سابسکرایب کنید و توی کامنت ها آیدی اینستاگرام بزنید. هر چقدر کامنت بیشتری بزنید شانس برنده شدنتون برای این تخم شانسی هم بیشتر. حاضرید بچا اینا باز کن. این خودش یه خونه داره. یه خونه داره. اینا دوباره جعبه داره. چقدر جعبه داره. ببین گفته اینو بکش بیرون. حالا بکشم بیرون چی میشه؟ بکش. گفت داره. اینجور الان این داخلش هیچی نیست و سر کاری بود. ایول ببین اینو بزنه فکر کنم دره میره بالا. آها بکش. ببین چی بود؟ موهاش چرا شبیه گوسفنده. آقا از داخلش یه عروسک در اومد. آقا عروسکش هم همچین تعریفی نداره، کوالیتیش خیلی پایینه، ولی شما میتونید این جعبهشو خونه بکنید. من با خونه‌اش خیلی حال کردم. بچا این خونه‌شه. این خونه رو کی ساخته؟ آقا تخم شانسیمون این بود. باحال بود به نظرم. بچه ببین خونه‌ش باحال‌تر بود. بریم سر وقت خفن بعدی. برو بریم. انیمیشن فروزن هم همتون دیدین. این شانسی فروزن 320,000 تومان. انیمیشن فروزن رو بچه کیا دیدن؟ ما اینجا جعبهش نمی‌شه. خیلی خفنه. یه چیز خیلی باحالیه. این اصلا جعبهشو نگاه کنی شبیه کریستال توره. آقا بریم بازش کنیم. این همینجوری باز شد. وایس ببین. اصلا خفنه داره. مثل اکشن فیگور پاپیگو. نگاه چجوره؟ مدل کریستاله. و کاراکتراش هم ببین اینا در میاد. آقا بریم باز کنیم اینو. چه برف ریخته. داره میریزه. پشمام چقدر باحاله این کاراکترشه. به نظر کی در میاد؟ ببین من میگم همین دختر اصلیه. 1 2 3. جزئیاتش خوبه. آقا این از کاراکتر فروزنمون. بشه اینجا کمی برف بزنیم روش. ولی برفاشو من دوست داشتم. آقا این از فروزنمون. بریم سراغ تخم شانسی بعدی. چه دردسری داریم و بعد میگن یوتیوب راحت نگاه کنیم. این یکی رو مطمئنم عاشقش میشی. یه تخم شانسی خفن از برند دریم ورکس با قیمت 540,000 تومان. تخم شانسی بعدی برای یه انیمیشنه. مربی اجرا. انیمیشنش رو دیده بودی؟ خیلی خفن بود. خیلی خفن بود. فکر کنم از داخلش یه دایناسوری، اژدهایی چیزی. آره یه تخم اژدهای. من واسه میشه کنی آجرمه. واسه این واقعا تخم اژدهاست. اینا رو اینجور بسته بدن که ما نمیتونیم باز کنیم. بعد انتظار چقدر خوشگله. اژدهاش داره دیده میشه. نگاه. بولپ. حاجی ولی کوالیتی این خیلی بهتره از اون. خیلی باحاله. خیلی کوالیتی. بافتش رو نگاه کن. بافت و پوستش چجوره. تخم اژدها دیگه. تا آخر ویدیو همینجا باشه. قبول. دوستش دارم. آقا بریم سراغ تخم شانسی بعدی. اینم بدی نبود. ببین من صبر ندارم تا آخریا خیلی خفنه. این 4 تا رو حتما ببین. شانسی خیلی عجیب غریب اومای گیف با قیمت 280,000 تومان. تخم شانسی بعدیمون خیلی چیز عجیب غریبه. آره ببین این گیف منظورش همون گیفاییه که توی اینستا اینا میذارن، چون فونتش همونجوری نوشته. آره تقریبا شبیه همونه. یه سایت داره گیف. آقا اگه لایکای این ویدیو رو به بالای 5,000 تا برسونید بدون از اون 2 میلیونی میخرم براتون میفرستم. اگر به بالای 6,000 تا برسونید 2 تا میخرید. 2 تا میخری کیشو میدم. چرا؟ دیگه بالاخره 5,000 تا کافیه. اینو فقط نگاه چجور باز میشه.
بچا این فکرم راجع به غذا و این جور چیزاست. نگاه کن روش عکس همبرگر و ایناست. بچا من یه چیز خفنی درباره این فهمیدم الان. اگر شما اینو درستش کنید کامل میتونید اسکنش کنید و گیفش رو بیارید تو گوشیتون. چقدر باحال. آره این باحاله. جعبه رو داری که چقدر آیتمینو داره. بچا این خیلی باحاله، بسته بندیشو خیلی دوست داشتم. چی؟ همین؟ پول دادیم؟ آه زیرش چه چیزه؟ وایسا این وردنه رو گفته بکش عقب. همین؟ اوه بچا اینو نگاه کنی چقدر باحاله. اینو میکشی گربه ای لذیذه چقدر این. آقا یه گربه پرس شده ما داریم اینجا. بسته بندیش از خودش بهتر بود، اینجوری بگم بهتر. آقا 560,000 تومان ما دادیم اینو خریدیم. ببین 560,000. ولی شاید برای بچه‌ها خوب باشه دیگه. بچه‌ها شاید خوشش بریم. شانسی بعدیمون از برند زامبیز فوراور با قیمت 580 تومان. زامبیز فوراور. من اینو اصلا نه انیمیشنش دیدم نه کارتون. این از این بغلا باز میشه. اوکی اینو تو آنباکس کن. به ما رسید دخترونه است. خب اوه چقدر آیتم داره بچه. اینا کلا عروسکاشن یا عالم عروسکای مختلف داره. اولین چیزی که بچه داره یه پک استیکر برچسب بود. آره برچسب خود انیمیشنه که خفنه و دو تا پاکت خیلی جیگر داره. یکیش واسه من. چقدر باحاله این. برای چقدر یه چیز میز داره. این بذار اول اینو باز کنیم. داخلش یه کارت داره، یه کارت خیلی خفن. اوه کارتشو ببینید. ایناییه که باید کالکشنشو جمع کنیم. و هولوگرامی اینش خیلی باحاله. این اینجا رو دوره اژدها شما اول با اون باز کنید. اوه چقدر خفنی. خیلی خفنه. حالا بیار اینجا. آقا این یه پایه داره. این فکرم به پشت. ولی فکر کنم بتونید برای این داداشمون دامن بذارید. حاجی این موها نه حاجی الان اوکیه. من اینجور زدم این مغز ملاجش. حاجی میترسم جای دیگه هم باز شه. این دامنشو ببین من کمک میکنی دامنش. دامن داره. این میاد اینجا. داشلی بلده. چقدر باحاله ولی حاجی بدون مو چقدر انتره. ولی آقا درستش کردیم خیلی خفنه. کنارش خیلی خفنه. اینم نشسته. آقا داخلش خیلی خفن بود و کلی هم برچسبینا داره که حالا میتونید روی وسایلاتون بچسبونید. یه کارت خیلی خفن هم داشت. از این راضی بودم. این باحال بود. این خفن. بریم بعدی. نوشانسی دزدان دریایی با قیمت 680 تومان. بسته که اینجا داریم بچا خیلی ادعاشون میشه که توش طلای واقعیه. بچا این یه مدل نوشانسیه که داخلش شن و اینا داره و کلمبه. اینو باید نزدیک 30 ثانیه زیر آب بذاریم تا نرمش رو بتونیم مثلا بازش کنیم. جدی؟ خودش یه مراحل خاصی داره. آره. داخل بچا یه نقشه گنج داره. بعد داخل این شما اگه حالا زیر آب بگیرین شن و اینا داره. پشتش هم اون چیزایی زده که فکر کنم میتونی از تو این در بیاری. خب بچا بازش کردیم. الان نگاه کنید اینجا احمد نوشته که 30 ثانیه بعد اینو زیر آب بذاریم. بذاریم باز میشه؟ آره مثل شن میمونه. بیل و کلنگ. بیل و کلنگشه. یه واکنشایی داره نشون میده. نرم میشه. میشموری 30 ثانیه. 1 2 5 12 8 11 32 20 چه مطلب حقی بود. خب آقا احمد الان ما اینو خیس کردیم بچه. این نرم شد. یه حالت اوکی بذار من بکنم. تو که قبلا کردی. از بغل میخوام شروع کنم. اینجا رو یه چیزی در اومد. بچه احمد یه مدت شاهینا میکند تو این کار بود. کار کندن بود. از وقتی که گنجو پیدا کردم بچه تصمیم گرفتم دیگه یوتیوب کار نکنم. از وقتی بیلو برداشت کلنگو داد دستش. ببین زیرش سفته ولی یه چیزای عجیب غریبی داره پیدا. چقدر باحال این بافتش. بچه ببینید باید دستای احمد آقا رو نگاه. سوراخ کنی. نگاه داشلی اصلا زور داشلی رو داری که نگاه آروم فشار میدی. اوه یه چیزای جدا دست اومد بیرون. آقا یه دست پیدا کردیم. اوکی ببینم دیگه چی در میاد. اوه جعبه بچه یه دست دیگه هم در اومد. اعضای بدن داریم پیدا میکنیم. این چیه؟ اوه بچه یه سلاح جنگیه رنگ طلاییه. وایس اینجا یه چیزی هست. اینجا دارم پا هم پیدا میکنم. خوبه اینجا رفته بچه دست و پا و اینا ان شاء الله بدنش هم پیدا کنیم. اینو الان واسه بچه درست کردم. بچه الان ما نمیتونیم اینو بکنیم. کله اسکلت. دو تا پا در آوردیم. دو تا دست اوکی دیگه. بدنشه. من برم اینا رو بشورم بیام. برو. رفتم شستم ببین چی در اومد. یه صندوقچه. بچه این صندوقچه‌اش من الان دیدم یه چیز خیلی خفنی داره. باید آب بریزیم. نه آب میریزیم میجوشه. ببین اینجا رو بچه اینجا رو نگاه کن. بریز ماشاءالله. بس بذار ببینم. بچه داره میقله. نه باحاله. میگم ویتامین سی بزنم. زمان ما هم بچه یه سوک بود با لوپ. چه یه چیزی اینجا هست. آب بریز. چی؟
ماره کبرا نه؟ من بگم ماره بذار بدیم دستش. جایزش بال بود. بریم سراغ بعد. یه تخم شانسی متفاوت از برند لول با قیمت 860,000 تومان. حتی تخم شانسی بعدیمون اینه، برند لول. بچا مدل زیپه. ببین آقا احمد اینو اینجور می‌کنی. به ما رسید زیپ شد. زیپشو باز می‌کنی. نگاه. این خونه که پیاز. ببین سری بخوایم باز کنیم. خیلی خوب. این یه برچسب خیلی ساده است. یه گردنبند، یه لباس. گردنبند نیست، تل سر این. چجوری اینو تو گردنبند دیدی؟ یه دونه فلاسک چایی. این لباس اوکی. این دفترچشه. کفشا رو. اصلا اینجا صدا آرامش بخش. افتخار نوازنده. چرا فقط سر؟ بچه لخته. لباسش مانکن داره، باورم نمیشه. چکمه داره. آقا همه چه مهارت داره لباس بپوشونه. بالاخره دیگه چند تا امروز آنباکس کرد. و اینم بچه از فلاسک خوشگلمون. برعکس گذاشت. آقا اینم از این. بریم سراغ بعدی. برو. تخم شانسی داینو فسیل با قیمت 890,000 تومان. آقا تخم شانسی همون دیگه داره بزرگ میشه. این تخم شانسی واقعا تخم مرغ داره. خیلی باحاله. بعد بچه‌ها نگاه کنین اسکلت کلا دایناسور رو اینا داره، مثل اینکه اگه بازش کنیم. آقا این زیپ ببین اینا به فکر بچه‌ها بودن. آره به فکر بچه‌ها بودن. 900,000 تومانه. دلاری چقدر میشه؟ برای 20 دلاری نمیشه. بالاخره بعد از 10 ساعت این باز شد. بدون برو بیرون. آها بچه اگه میبینیم ما یه لوکیشن عجیبی هستیم، آقا احمد هم هستش، ما اومدیم مسافرت یه خونه خیلی لاکچری گرفتیم بچه. برامون الان امکانات نداره. 750 متر الان پشت سرمونه ویلا. 4 تا استخر داره. 2 تا بسته بندی توش داره. اینجا رو نگاه کنید بچه، حدس نه چرا این کلنگی باز نمیشه. این پایین یه دونه پیچ داره که ما این پیچ رو بچرخونیمش الان میاد بیرون. چقدر خفن. خیلی باحال. آقا ما داریم سر اینا کلا خودمون از دست میدیم بچه. اینجا خیلی راحت بسته‌بندیش باز میشه. چرا این اینو نگاه چیه؟ واو ولی تکون میخوره. آره شن جادوییه. بچه میخوام این چیزی بهتون نشون بدم، اگه داری غذا میخورین ویدیو رو نبینید دیگه. از این که بدتر نیست. چی میخوای بیاری؟ این چیه؟ وات؟ اسلایمه؟ بچه‌ها این باز بهتره. اسکلت رو نگاه چقدر باحاله. اینو نگاه تکون میخوره. اینجوریه که بعد اون چیزی میخوای از بین اینا. بابا این لزجه. خب بیا تو اونو من در میام. اینو تو دیگه تو دوست داری دیگه تو اول اونو باز کردی. آقا این بدنشه. بعد کجاشو من فشار میدم این صداش در میاد. حالا اینجا رو نگاه کن بچه. این برای این بود. نگاه آب نباید بریزی. بچه 2 تا پا پیدا کردم. خوبی. آقا احمد 2 تا دست کردنش خوبه. و دمشو پیدا کردم. بدنش هم که علی آقا پیدا کرد. جمجمه‌ش هم در آوردیم. این چه باحاله. نگاه آقا اینا کثافت کاریه. خوبه. اوه چقدر باحاله. بچه‌ها ببینید این کله‌اش از اینجا. دمت گرم آقا احمد. بچه‌ها خیلی باحاله. بچه‌ها دمش رو تکون میدی اینجور روشن میشه و خیلی باحال بود. این باحال بود. بریم بعدی. ولی تخم شانسی جعبه فلزی باکوگان با قیمت 1,200,000 تومان. باکوگان بچه اسمش من شاید باکو این و انیمیشنش میدونی چی بود؟ اینی که یه چیز توپ مانند پرت میکردن بعد تبدیل به دایناسور و هیلا میشه. این دقیقاً برای همونه. نه فلزیه بچه. جعبهش فلزی. بچه جعبهش رو خیلی دوست دارم. چقدر باحال. این فکر کنم یه چیز بازیه ها، یعنی میشه باش بازی کرد. عالیه. خب بچه‌ها کارتاش هم باز کردم. 4 تا کارت داره. 2 تاش خیلی جنسش معمولیه. فکر کنم این برای شما، نارنجی برای من. کاراکتراش هم دوست داره. بچه‌ها اون کسی که کارتشو باز می‌کنی، من اینم، تو اینی. تو دختری بیا. تو دختری بیا. بچه الان من دارم نگاه میکنم احساس میکنم این تخم شانسیه رو باز کردن بعد یه چیزایشو جابجا کردن. برای من یه دونه کارته ولی برای علی نگاه 3 تا کارت که نه از این مدالای. فقط این بازیش چجوره؟ من چیزی که دوست دارم ببینم اینه که اینا رو قیل بدیم چه اتفاقی میفته. آره به این قرار بود قیل بدیم نمیدونم اینا رو بعد یه اتفاقی افتاد. من باید باز شه. اوه آره دیگه همینه دیگه. چسبید بهش. حالا نمیدونم یه همچین چیزیه. آخه من کارت ندارم. کارتاشو برداشتم و چیزی میچسبه. به نظر من اوه کثیف مزخرفه. یا ما نمیدونیم چی به چیه یا اینا برداشتن چیزاشو که تو اونا برداشتن ولی خب با این قیمت اصلا نمیاد. خب این تخم شانسی بعدی این واقعا مزخرفه. تخم شانسی اسمش مگا لایت اپ با قیمت 1,500,000 تومان. خیلی وایسا اینجاشو نگاه.
دکمهشو فشار میدی بچه‌ها صدا میده خیلی باحال. چی الان استخون آره؟ و بچه‌ها یه زیپ درسته مثل قبلی ها نیست نگاه. قبلی اصلا زیپش خیلی مزخرف. این داری که این برای شما این برای من. افتادم تو مردمان کور. این پفک توشه؟ اینا استیکراشن برچسب داره چند تا. این همه کاراکتر داره میتونیم کاراکترهای مختلفش رو باز بکنیم. اینجور باز میکنیم. بیا تخمم یه تخم بر تو یه تخم برای من. این چیه؟ باش خفه شدی. پسر خوبی بودی یه تخم دیگه بهت میدم. مرسی. تا 2 تا تخم داشته باشی. یه چیزی هم تو تخماشو. یه تخم دیگه هم برای من. اینم یه چیز دیگه. چقدر چیز نیست تو اینه. این چیزای بد اونا کسب کاری‌ها برای تو، اون چیزای خوب برای من. گل منو اذیت نکنید. این چیه؟ یه چیز شبیه یونولیت. این بریزه بیرون جمع نمیشه. داخل تخم مرغ باز کنیم. بچه کله دایناسور. این یه دونه وانه. باید داخلشو آب بریزیم. و لاوا داره توش مواد مذاب تو اینه. جدی؟ دایناسورا رو باز کردم. کله یه دایناسور. آقا این از کلهش بخش اصلی داستان فکر کنم اینه اصلا. اون بقله. این واقعا چرا هر چی خریدیم داره میگله. یه چیز داریم که تو این شنا قاطی شده و این شنا عین مواد مذاب میجوشه. آب بریز. بچا یه تخم مرغ دیگه این تخم مرغ رو هم باز کنیم. چقدر تخم؟ چقدر تخم مرغش؟ چقدر باز میشه؟ اینو این خیلی خوشگله. بس یه قشنگ مثل قرص جوشانه. تا این داره میجوشه من بقیه تخم‌ها رو باز کنم. دستمو کردم توش. کثیف‌کاری برای کی بود؟ ای کثیف‌کاری اون بری سونی نرمالیدم. تخم مرغ داری که. تخمه؟ این داره. خلاصه. این سری داشتلی پادره بود. علی آقا داره لذت میبره اینجا نگاه کنید. 2 تا ضربه تخم مرغ. واقعا انگار تخم مرغ می‌بینی میشکنه. چقدر باحالم بچه دایناسور در میاد. شکست. این چی بود اسمش؟ جنگ داشت. این داداشمون داره میقله هنوز و یه چیزایی داره از زیر آوا میاد بیرون. 2 تا دیگه. برای من. بچه بدنشه. حس بسیار بدی دارم. ولی خب این شیم جادوییه. داداش میری تو یا نه؟ درشم؟ بچه این درش. این باید بره تو اون. اینجوریه دیگه. آقا 1,500,000 دادیم. بریم سراغ آخرین آیتم، یعنی بزرگترین تخم شانسی و گرونترین تخم شانسیمون تخم شانسی اسکلت با قیمت 2,600,000 تومان. بچه‌ها میرسیم به آخرین تخم شانسی و گرونترین تخم شانسی که میشه تو ایران یا حتی بهتون میگم کل دنیا پیدا کرد. یکی از گرونترین. فکر کنم دیگه آره خیلی خفنه. بعد اینجا نگاه کنید. حاجی رخش من دوست دارم. خیلی چیز باحالیه. از یک داده بین همه اینا چند میدی؟ جدی 10 میدم. بذار من باز کنم. بچه‌ها منتظر این لحظه بودن. این حیف نیست با این طرحش خوشگل بود. بچه‌ها اگر خلاق باشید میشه با ماژیک اینو چیزش کردن چون خودش چیز داره. ظاهرشو که خیلی دوست دارم بچه‌ها، ظاهرش خفنه. اگه دوست دارین بچه‌ها این کله رو هم یه بار کاستوم بکنین حتما میشه کاستوم. باز شد. بده این بری من بزن. بچه‌ها با مش دارن جمجمه میترکونن. چقدر چیزی یا خدا کلی آیتم داره. دقیقاً مثل همونه. شبیه با اون قبلی است. ببین چشمش هم در میاد. اون باید چشمشو در میآوردیم. اوکی. خب بچه‌ها بریم آیتماشو باز کنیم. این اسلایمیه، این برای آقا احمد. بچه‌ها اسلایمیه این برای آقا احمد. بابا چی اسلامی برای آقا؟ نه اسلایمیه برای آقا. دیگه اول بزرگا رو باز کنیم بعد کوچیکا رو. آره. حالا اصل کاریش بدم دست تو. چیه؟ چقدر چیز باحالیه. وای نه. این چیه؟ این فکر کنم شکلاته. اینو می‌خوایم بدیم آقا احمد بخور. بچه‌ها چقدر استیکر داره. آقا کلی استیکر داره. خیلی خفن استیکراش. دسته‌بند کوچیکرم باز کنیم. یه دزد دریایی داره. یاد چی افتادم؟ سیافتیف بود بازیه. آره. شن جادویی رو بچه‌ها ببینن. نگاه. وای حاجی جنسش خوبه. خیلی نرمه. آره دیگه دست و پاهاشو بچه‌ها نگاه کن بین اینا. آره ببین این الان دومشه. اینو بس کنیم. ولی حال میده. هر تیکش از یه جایی باید بگی حاجی این بده. چرا؟ اینو اسلایم. بنفشه اسلایمیش بنفشه خیلی بالا. بنفشه؟ اوه! من اینو دارم ستاپ میکنم. تو که چیزای خیس چیز دوست داری. چقدر باحاله. پاهاشون توه نه؟ حاجی دقیقاً ونومه. خیلی باحاله. این از این آره. نگاه بام. من دوست داشتم واقعی‌تر باشه اسلایمش. ایو کار می‌کنی الان میز میشکنه. باز شو. بچه دایناسور. تخم مرغ بیا.
اینجا نگاه. نگاه چه خبر. برای من طبیعی‌تر شده. چیه چقدر خوشگله؟ فسیله؟ آره. آها اینا سری مداده. اوه راست میگه. چقدر جالب. بچه اینجا نگاه کنید. چقدر کثیف کاری داره این تخم شانسی. خیلی. بچه اینجا نگاه کنید. و اینکه بچه توی کامنت هم قراره یه تخم شانسی خیلی خفن بهتون جایزه بدم. حتما شرکت کنید. آیدی اینستاگرامتون توی کامنت ها بذارید. هرچی بیشتر هم بزنه شانس برنده شدن بیشتره. میگم یه حرکت هم میتونیم بزنیم. هر چی تخم شانسی ایرانی هست بخریم. کل ایرانی لوپ بخریم مثلا. ویدیو رو لایک کنید بالای 5000 تا لایک برسه دوباره از این ویدیو تخم شانسی براتون آپلود میکنم. و بچه‌ها چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. چنل آقا احمد هم اینجا هست. مرسی از علی که من آورد تو این ویدیو و دیگه آقا احمد افتخار دادن بعد سالها با ما یه ویدیو بگیرن و اینا. خیلی دوستتون دارم. آقا احمد حرفی سخن نداری با بچه‌ها؟ بچه‌ها خیلی خیلی زیاد دوستتون دارم. اگر بازم دوست دارید با علی آقا بیایم و ویدیوهای خفن بگیریم حتما ویدیو رو بهتر کنیم. GTA GTA هم قراره با هم دیگه ویدیو بگیریم. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا یه ویدیو دیگه. بدرود.